استاد فرمودن که شیر خیلی مقویه. من یاد مادرم افتادم و بچه بودم مادرم خیلی شیر برنج درست میکرد میداد همسایا میخوردن. شیر سوپرمارکت یعنی میخریدن. خدا حفظتون کنه. یه جنگل بود. بفرم. مادرتون شیر جنگل میکشتن؟ نه بعد توکس میکردن همسایا. من یه وانه پر میکردم گوشت و میوه و اینا ور میداشتم میرفتم میدم به این حیوانات برای من خیلی مهم بودن. نباید به اونا غذا بدی. نه آخه من بیام به تو بدم. حیونا را خیلی دوستشون میداشتم. عادتشو بارم دوست دارم. خیلی لطف داری واقعا. من خرتم. گفتم اگه یعنی به عنوان حیوان میخوای قبول کنی من خرتم. باشه قربونت. کانگورو دیدین شما اونجا؟ من تو باغ وحش کانگورو بود اینجوریا ولی اومد اینجوریا به چشم اینجاش بود اینجوری اومد. چی میخوره کانگورو؟ کانگورو یا این چیزا را میگرفت کانا را و گروش میکرد و میخورد. فرمودید کانا رو میگرفت. علی ولکو علی جان کی میتونه مثل گوریلا بره؟ ما بلد نیستیم. باری که بخی برو بخی علی راه که نمیتونم. همین در حد این زیر عقل گوریلا وقتی نگاش میکنید شما انگار از باشگاه ورزشی دارد میاد. همچی چیزی داره دا این؟ معمولا لای پاشون عرقسوز میشه که اینجوری راه میرن. آره باریکه ببین گوریلا ده اینجوری هم میاد ببین. مولی آی نه حالا چی میکنی؟ درم صداشم نشنوم. وای قطعش کن. میدونم اذیت میشی. الو قطع کرد شما باش حرف نزنید. هر موقع که تلفن حرفتون تموم شد باید قطع کنی اگه نه هی پول میفت.